به نام و امید خدا امروز 3 آذر ماه 1404 ویدیوی معرفی پلتفرم تریدینگ ویو و مشابه ایرانی از دوره ترید شمشیر دولبه بخش بیسیک. من علی افتخاری هستم. درود بر شما، امیدوارم همیشه سلامتی، آرامش و ثروت همراهتون باشه. خوش آمدید. خب بدون معطلی بریم سراغ چیزی که قراره در این ویدیو در موردش صحبت کنیم. از این ویدیو به بعد در دوره ترید شمشیر دولبه بخش بیسیک قراره ویدیوها رو به صورت عملی داشته باشیم، یعنی از حالت تئوری خارج میشیم و میریم به سمت عملی تر شدن ویدیوها که این موضوع قطعا باعث میشه شما بتونید راحت تر و سریع تر مطالب و موضوع هر ویدیو رو درک کنید و به راحتی اون رو یادش بگیرید. همونطوری که در ابتدای ویدیو گفته شد، امروز قرار در مورد پلتفرم تریدینگ ویو و یک مشابه ایرانی صحبت کنیم. نه به صورت مفصل، اما قرار در حد آشنایی در مورد این دوتا پلتفرم، چه پلتفرم تریدینگ ویو که یک پلتفرم خارجی هستش و چه یک پلتفرم مشابه ایرانی که میخوایم معرفی کنیم، در موردشون در حد آشنا شدن باشون قرار صحبت کنیم. موضوعی که وجود داره در این لحظه این هستش که ما ابتدا اصلا بدونیم پلتفرم یعنی چی و معنی پلتفرم رو ابتداً درکش کنیم و بعد بریم سراغ آشنا شدن با پلتفرم تریدینگ ویو و یک مشابه ایرانی. به طور کلی به هر زیرساختی ما میگیم پلتفرم. این زیرساخت شامل بخش نرم افزاری و بخش سخت افزاری یک سیستم میشه و خب مجموع این بخش سخت افزاری و نرم افزاری رو ما بهش میگیم پلتفرم. از ابتدای دوره تا به الان ما با بازارهای مالی آشنا شدیم. بعد فهمیدیم که بازارهای یک طرفه و دو طرفه چطور بازارهایی هستند. بعد از اون اومدیم با نمادها، با رمزارزها، با جفت ارزها آشنا شدیم و در کنارش آموختیم که اینها در چه بازارهایی به کار میرن، مثل بازار فارکس، مثل بازار بورس و مثل بازار کریپتو. حالا برای اینکه ما به همه این مواردی که تا به الان یاد گرفتیم دسترسی داشته باشیم، خصوصا بخش نمادها، رمزارزها و جفت ارزها رو اگر مشاهده کرده باشید، ما اگر بخوایم به نمادها، به رمزارزها، به جفت ارزها دسترسی داشته باشیم و بتونیم اونها رو بررسیشون کنیم و بدونیم که آیا الان باید اونها رو بخریمشون یا بفروشیمشون، فرق نمیکنه هر کدومشون. حالا نماد باشه که توی بورس هست، رمزارز باشه که توی بازار کریپتو هست و جفت ارز باشه که توی بازار فارکس هست. اگر ما بخوایم به هر کدوم از اینها که به طور کلی حالا به همه‌شون میشه گفت نماد دسترسی داشته باشیم، باید بریم سراغ یک پلتفرمی که اطلاعات و دیتای این نمادها رو به ما نشون بده تا ما بتونیم اونها رو بررسیشون کنیم و حالا به خرید و فروش این نمادها بپردازیم در جهت گرفتن سود و یا حالا برای هر پیش بینی که قرار انجام بدیم به این پلتفرم ها نیاز داریم. برای بازار فارکس و بازار کریپتوکارنسی که حالا شامل جفت ارز و رمز ارز میشه، بهترین پلتفرم حال حاضر دنیا پلتفرم تریدینگ ویو هستش. من آدرس سایتشون رو هم روی همین تصویر قرار میدم، همینطوری که دارید مشاهده میکنید. شما به دو صورت میتونید با پلتفرم تریدینگ ویو کار کنید، یا اینکه از طریق سایتشون به نشانی tradingview.com وارد سایت بشید. ثبت نام خیلی ساده و راحتی داره، با جیمیلتون و هر ایمیل دیگه میتونید راحت ثبت نامتون رو انجام بدید، وارد بشید و از حالا پلن بیسیک و رایگان این سایت استفاده کنید که برای شروع همین پلن بیسیک و رایگان برای شما قطعا کافی خواهد بود. و یا اینکه اگر حالا تمایل داشتید میتونید نرم افزار تریدینگ ویو رو از سایتشون دانلود کنید، بر روی حالا ویندوزتون یا سایر دیوایس هاتون نصب کنید. حتی نرم افزار اندروید و آی او اس هم دارن و میتونید روی اونها هم نصبشون کنید و اونجا از این پلتفرم استفاده کنید. خب همونطوری که دارید مشاهده میکنید، من در حال حاضر از نسخه ویندوز این نرم افزار، یعنی نرم افزار ویندوزی تریدینگ ویو استفاده میکنم. نمای کلیش رو شما کاملا میتونید برای خودتون حالا شخصی سازی کنید، از رنگش گرفته تا چینش نمادهایی که قراره باشون کار کنید. همونطور که مشاهده میکنید در سمت راست من یه سری نمادها رو برای خودم اینجا چیدم که ابتدا بالاش برای خودم نوشتم فارکس و یه سری جفت ارزها رو برای خودم چیدم، مثل جفت ارز یورو یو اس دی، جی بی پی یو اس دی، ای یو دی یو اس دی و جفت ارزهای دیگه. در پایینتر نماد طلا رو میبینید که اختصاراً
XAU USD بهش گفته میشه و اینجا من برای خودم قرارش دادم و پایینتر هم اومدم نماد بازار کریپتوکارنسی مثل بیت کوین که خب همونطوری که توی بخش حالا معرفی نماد و جفت ارز و رمزارز بهش اشاره کردیم داره یک نماد اختصاری BTC USDT هست و حالا اتریوم و سایر رمزارزهایی که اینجا برای خودم قرارشون دادم. یعنی شما میتونید با استفاده از این به اضافه‌ای که اینجا هست دنبال نماد مورد نظرتون بگردید، اینجا اون رو سرچش کنید. مثلا یک نمادی رو من اینجا سرچ میکنم USD JPY و اینجا که نماد به من نمایش داده شد من با زدن به اضافه اون رو به این لیست خودم اضافهش میکنم. هر جایی که دلم بخواد میتونم درگ اند دراپش کنم و بعد از اون استفاده کنم. حالا استفاده به چه شکلی میشه و قرار ما چه کار باش انجام بدیم در ادامه و در دوره جدیدی که من از همین الان نوید ضبطش رو به شما میدم قرار صحبت کنیم در موردشون که آقا چارت چی هستش، ما چطور باید با چارت کار کنیم، اصلا چطور باید شناسایی کنیم که الان باید بخریم یا بفروشیم. همه اینها توی دوره جدید ترید شمشیر دولبه بخش تکنیکال قرار ضبط بشه و به شما آموزش داده بشه. شما صرفا اینجا یاد میگیرید که اصلا پلتفرم یعنی چی، تریدینگ ویو به چه شکلی شما میتونید بهش دسترسی داشته باشید. بعد از اینکه دسترسی پیدا کردید چطور میتونید نمادها رو اضافه کنید که من اینجا خدمتتون عرض کردم و با هر کدوم از این نمادها که خواستید کار کنید کافیه روش کلیک کنید، همون نماد برای ما ظاهر میشه. اینجا چارتش رو میتونید ببینید و خدمتتونم عرض کردم که در مورد چارت و سایر مواردی که قرار یاد بگیریم برای بخش معامله گری توی یک دوره دیگه که به زودی ضبط شروع میشه صحبت خواهیم کرد. فقط بدونید که با کلیک کردن روی نماد مربوط که AUD USD مخفف دلار استرالیا به دلار آمریکا هستش این چارت برای ما باز میشه و ما میتونیم روی اون حالا معامله انجام بدیم. با بررسی اون متوجه میشیم که اینجا باید معامله بای انجام بدیم، یعنی معامله خرید، یا معامله سل که معامله فروش میشه که جزء بازارهای دو طرفه هستش بازار فارکس و میدونیم این رو. و یا اینکه میتونیم بریم سراغ بازار کریپتو، مثلا چارت بیت کوین رو بازش کنیم و با بررسی اون اینجا بدونیم که آیا باید معامله بای انجام بدیم و قیمت قرار بره بالا و یا اینکه معامله سل انجام بدیم که قیمت قراره به سمت پایین حرکت کنه. و این کلیت پلتفرم تریدینگ ویو هستش که شما باید حالا اون رو یادش میگرفتید. در ادامه قطعا ویدیوهایی برای ضبط میکنیم که به صورت جامع پلتفرم تریدینگ ویو رو مورد بررسی قرار میدیم. اما برای این دوره در همین حد کافی هستش که شما پلتفرم تریدینگ ویو رو شناسایی کنید و بدونید که چطور باید ازش استفاده کنید و اینکه نمادها رو چطوری بهش اضافه کنید تا بتونیم بریم سراغ نمادها. هرچیه که این دوره جلوتر میره مطالب کاملتر میشه قطعا و شما در کنار کامل شدن همین مطالب هم میتونید به راحتی یاد بگیرید که از این پلتفرم به چه شکلی میتونید استفاده کنید و به صورت شهودی قطعا میبینید نحوه استفادهش رو و یاد میگیرید. اما ویدیوی استفاده از پلتفرم تریدینگ ویو قطعا به زودی ضبط میشه و در کانال ها قرار میگیره که به راحتی بتونید آموزش رو فرا بگیرید. پس بخوایم جمع‌بندی کنیم و یک مطلبی رو هم بهش اضافه کنیم، میتونیم بگیم که پلتفرم تریدینگ ویو یک پلتفرم آمریکایی انگلیسیه که ما میتونیم درش به نمادهای بازار فارکس که بهش جفت ارز گفته میشه و به نمادهای بازار کریپتوکارنسی که بهش رمز ارز گفته میشه دسترسی داشته باشیم و با اونها به راحتی کار کنیم و به بررسیشون بپردازیم و بدونیم که آیا باید بخریم اونها رو یا باید بفروشیمشون. و همچنین فهمیدیم که به دو صورت میتونیم از پلتفرم تریدینگ ویو استفاده کنیم، یکی تحت وب به نشانی tradingview.com و یکی هم با نصب نرم افزارش روی حالا دیوایس های مختلفی مثل ویندوز یا دیوایس های شرکت اپل و حالا اندروید میتونیم به راحتی از این پلتفرم استفاده کنیم. و اما همونطوری که بهتون قول داده بودیم در کنار پلتفرم تریدینگ ویو قراره یک نمونه ایرانی رو هم بررسی کنیم، چرا که در پلتفرم تریدینگ ویو ما به نمادهای شرکت‌های بورسی دسترسی نداریم. یعنی در پلتفرم تریدینگ ویو فقط ما میتونیم حالا نماد شرکت‌های بورسی آمریکا و سایر کشورها رو داشته باشیم، نمادهای بازار فارکس رو داشته باشیم، نمادهای بازار کریپتو رو داشته باشیم. هر چیز دیگه‌ای که در پلتفرم تریدینگ ویو وجود داره مربوط به بورس ایران نخواهد شد و ما برای دسترسی به نمادهای بازار بورس ایران باید بریم سراغ یک پلتفرم ایرانی. من خیلی وقته که با پلتفرم‌های ایرانی حقیقتا کار نمی‌کنم، اما
آخرین باری که با پلتفرم‌های ایرانی کار کردم یادمه که پلتفرمی تحت اسم پلتفرم رهاورد 365 به نسبت سایر پلتفرم‌ها از نمای ظاهری قشنگتر و امکانات بیشتری برخوردار بود. این رو من همینجا اضافه کنم که شرکت رهاورد 365 به هیچ عنوان نه اسپانسری برای این ویدیو هستش و نه اصلا از این قضیه خبردار هست که ما داریم از وبسایتشون تبلیغ میکنیم و یا اینکه در موردش صحبت میکنیم. صرفاً به علت اینکه من قبلا با این پلتفرم کار کردم و یک اشتراک حالا پایه‌ای رایگان داره که در حد معمول میشه بدون خرید و بدون هزینه کردن از امکاناتش استفاده کرد، من دارم این پلتفرم رو معرفی میکنم خدمت شما. و همونطور که اشاره شد تریدینگ ویو هم همانند این رهاورد 365 یک اشتراک پایه‌ای داره تحت عنوان اشتراک بیسیک که به راحتی بدون پرداخت هزینه به نمادهای بازار فارکس و کریپتو دسترسی داشته باشید. و رهاورد 365 هم به همین شکل با داشتن یک اشتراک پایه شما به راحتی میتونید به نمادهای بازارهای بورسی دسترسی داشته باشید و از امکانات محدودی حالا استفاده کنید. همونطوری که ابتدای ویدیو گفته شد، رهاورد 365 هم یک نوع پلتفرمه، یعنی یک زیر ساختیه که شامل سخت افزار و نرم افزار میشه و در اون ما میتونیم به نمادهای بازار بورس ایران دسترسی داشته باشیم. و همونطور که در ویدیوی نماد رمز ارز جفت ارز بهش اشاره کردیم، هر شرکت بورسی داره یک نماد خاص هستش که خب ما میتونیم با سرچ کردن و جستجو کردن اون نماد بهش دسترسی داشته باشیم و بعد از اینکه نمودار و چارتش رو دیدیم اون رو بررسی کنیم و بدونیم که اینجا باید این نماد رو بخریم یا این نماد رو بفروشیمش. من یک نمادی رو هم اینجا برای مثال سرچ میکنم، جستجو میکنم و نشون میدم که در نهایت هم ویدیو رو به انتها میرسیم. من یک نمادی رو اینجا برای شما جستجو کردم، همونطوری که قبلا هم در موردش صحبت شد. نماد شبندر مربوط به پالایش نفت بندر عباس رو من اینجا جستجو کردم. اولین نمادی که میاد رو بازش میکنیم و بعد از اون اینجا یه سری اطلاعات به من داده میشه که میتونیم با رفتن به بخش نمودار تکنیکال حالا این نماد رو ببینیمش و به بررسی این نماد بپردازیم و در نهایت تصمیم بگیریم که این نماد رو آیا باید بخریمش، یعنی این سهم شرکت پالایش نفت بندر عباس رو تحت عنوان نماد شبندر آیا باید بخریم و یا آیا باید بفروشیم، یعنی زمان خرید هستش و یا اینکه زمان فروش هستش. امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید بوده باشه. برای بهبود کیفیت ویدیوهای بعدی لطفاً نظرات خودتون رو برام بنویسید و قطعاً لایک و بازنشر این ویدیو برای دیده شدن بیشتر به من انگیزه خواهد داد. بابت وقتی که گذاشتید بی‌نهایت سپاسگزارم. بدرود.